همیشه عرض کردیم به دوستان و عزیزان در باب این شبهه که عده‌ای آیون مدعی هستند که بله متخلف ثانی داماد امیرالمؤمنین بوده و اون دختر حضرت از زهرای اطهر همسر متخلف ثانی شده و این حرف ها. ما در جوابی که ارائه میدیم و مطرح میکنیم یکیش اینه که یعنی جوابهای متعددی که ارائه میدیم بگیم چند تا مبنا وجود داره که اصلا و ابدا این ازدواج رو کاملا نشدنی در نزد ما جلوه میده. یکی از اون مطالب و مباحثی که وجود داره اینه که عزیزان در بحث مواصلت و در بحث زوجیت وقتی میخواد حاصل بشه در شرع مقدس جدای از بحث هم کفی، بحث دومی که مترتبه بحث شأنیت. شما الان با 90% اهل این شهر همتون هم کفید، یعنی در هر خونه ای رو که اراده بکنید برای مواصلت در قلباب بکنید از نظر دینی و اعتقادی با شما همراه هم مسلک مسلمون شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، ائمه طاهرین قبول داره، معاد قبول داره، پیغمبرا رو قبول داره، هم کفتونه. اما شما در هر خونه رو نمیرید بزنید. چرا؟ چون بعد هم کفی شأنیت برای شما خیلی مهمه که آیا این خانه‌ای که ما میخوایم مراجعه بکنیم اولا هم شأن این خانواده ما هست یا هم شأن خانواده ما نیست. بماند که تو خود شأنیت باز مؤلفه هایی وجود داره. مثل چی؟ مثل سن، که آیا این عروس و دوماد از نظر سنی هم شأن هم دیگه هستن یا نیستن. ما میگیم آیون متخلف ثانی رو همه تواریخ گواهی میده خواستگار حضرت زهرا علیها السلام بوده. همه نوشتن رفت خواستگاری صدیقه طاهره، ولی پیغمبر به او دختر پیغمبر حاضر به این مواصلت و زوجیت نشد. پیغمبر قبول نکرد یه همچون اتفاقی بیفته کلانی بیاد مثلا داماد خانه سید النبیین و خاتم المرسلین بشه. به همون دلیل و مبنا و منطقی که پیغمبر حاضر نشد دخترش رو به متخلف ثانی بده، به همون مبنا و دلیل برای علی کفایت میکند دخترش رو به متخلف ثانی نده. علی مشیش مشی پیغمبره. اصلا امیرالمؤمنین خلاف منش نبوی و سیره سید المرسلین عمل نکرده و عمل نمیکنه. یعنی اگه امیرالمؤمنین حاضر شده دخترشو بده به این، بدونید خلاف مشی نبوی و سنت رسول الله آمده عمل کرده. یک، به همون دلیلی که پیغمبر بهش دختر نداد به همون دلیل کافیه که علی حاضر به چنین مواصلتی نشه. نکته دوم، تو بین عرب تو بحث شأنیت این موضوع خیلی اهمیت داره. چه موضوعی؟ آقا علامه در کلام عرب صیغه مبالغه است. به کسی هم گفته میشه که تو چند تا علم مجتهد باشه. به یک اجتهاد در یک علم، به مجتهد در 2 تا علم علامه نمیگن. علامه به کسی گفته میشه که در چند علم صاحب رأی باشد، در چند تا علم صاحب نظر باشه، بهش میگن علامه. عرب باز به هر صاحب هر علمی هم علامه نمیگه، ولو 4 تا 5 تا علم هم که بداند علامه نمیگه. علامه رو عرب به کسی میگه که او علم انساب بداند. خیلی هم براش مهمه. یعنی فقز ای آقا حافظه این شخص هارد کامپیوتر ثبت احوال باشه. اصلا عرب تو این باب
نگاه بسیار بسیار ویژه‌ای دارد. حضرات در مجلس، عنوان دومی که میگیم اصلا همچه چیزی اتفاق نیفتاده، برای اینی که این طرف با اون طرف از نظر نسب خانوادگی اصلا با همدیگه همتراز نیستن. این طرف دختر امیرالمؤمنین و نوه خاتم المرسلینه، او طرف کسیه که وقتی عربا دور هم میگه مینشستن از نسبشون میگفتن من بابام کیه، داییم کیه، عموم کیه، حرف که به میان میومد این میگفت موضوع رو عوضش کنید، از یه چیز دیگه ای برید. حرف اصلا ممکن نیست. ثالثاً نکته‌ای که وجود داره اینی که سنخیت سنی باید بین زوجین وجود داشته باشه. بابا این خودش کسیه که دخترش زن پیغمبره، خودش پدر زن رسول الله است. بدی آمده خواستگاری کی؟ خواستگاری کوچکترین دختر امیرالمؤمنین که 95 روز بعد پیغمبر تازه حضرت زهرا علیها السلام که به شهادت میرسن، سن ای بیبی رو بین 2 سال تا 3 سال آمدن نوشتن. اصلا امکان نداره. خب حالا موضوع چی بوده که مثلا اینقدر قصه رو اینها بزرگش کردن تا چیزی هم که نباشه به تعبیری مطلبی حرفی درست نمیکنن. آقا اصل قصه و اساس مطلب این بوده که یه بانویی بود به نام اسماء بنت امیس. این زن جعفر طیار بود، این زن برادر امیرالمؤمنین بود. از این بانو فرزندان شایسته ای هم به جامون. بعد از اینی که جعفر تم شهادت رسید، این زن رفت همسر متخلف اول شد. از متخلف اولم 2 تا اولاد پیدا کرد. یک اولادش پسری است به نام محمد ابن ابی بکر که امیرالمؤمنین او رو میوه دل خودش میداند. عمرو ابن عاص به جرم محبت امیرالمؤمنین جنازه او رو تو شکم الاغ مرده قرار داد و آتیش زد. بعدی که متخلف اول از دنیا رفت، اسما اومد با امیرالمؤمنین ازدواج کرد. در کنار اون پسر یه دخترم داشت، اسم این دختر کلثومه. به خانه امیرالمؤمنین بچه ها اومدن، بچه های ابی بکرن به خانه امیرالمؤمنین اومدن. بعد ازدواج مادرشون تحت نظارت علی بزرگ شدن. متخلف ثانی دختر متخلف اول رو خواستگاری کرد. امیرالمؤمنین هم دختر اولی رو به دومی دادن. اما تاریخ نویس های اموی برای اینی که باور شیعی رو بتونن خرابش کنن میگن نه بابا، او دختر فاطمه زهرا را به متخلف ثانی داد، در حالی که من ادله فراوان، سخن بسیاره، من دیگه وهم این رو دارم مابقی مطالب از دست بماند. اصلا همچو ازدواجی در اعتقاد شیعه و در باور شیعه اصلا امکان نداره و نشدنی. آقا بعضی از افراد مورخ شیعه هم نوشته باشن. ما خیلی مورخ داریم که محقق بله نیستن. آی جوون، از شما سوال میکنم، رفقا از شما میپرسم، تو کتابای دینی نوشتن خدیجه وقتی همسر پیغمبرتون شد چند ساله بود؟ بله 40 سالش بود. پیغمبر وقتی با خدیجه ازدواج کرد چند سالش بود؟ 23 سالش بود، نه 24 سالش بود دیگه، درسته؟ فاطمه زهرا پدرش پیغمبر، مادرش هم خدیجه است. خب حضرت زهرا بعد پیغمبر از دنیا رفته دیگه. چند سالش بود وقتی از دنیا رفته؟ 18 سالش بوده. خب فاطمه زهرا بعد پیغمبر تو 18 سالگی که از دنیا رفته، سال ولادتش پس میشه 5 بعثت. 23 سال طول دوران بعثت بوده دیگه. پیوی در 5 بعثت به دنیا آمدن، 90 روز 95 روز بعد پیغمبر هم دنیا رفتن تو 18 سالگی. یعنی وقتی خدا فاطمه رو به پیغمبر داد، پیغمبر که تو 40 سالگی مبعوث شده بود، تو زمان ولادت حضرت زهرا چند سالش میشه؟
45 سالش. حالا یه آقایی که وقتی با خدیجه ازدواج کرده 23 سالش بوده یا 24 سالش بوده یا 25 سالش بوده، تازه تو 45 سالگی صاحب فاطمه زهرا شده، چه وقتی که فاطمه به دنیا آمد سن خدیجه 3 سنی می شود و در چه برهه‌ای به سر میبره. کسی که وقتی زن پیغمبر شده 40 سالش بوده، 20 سال بعدش وقتی که فاطمه به دنیا آمده این چه سنی داره؟ کما اینی که رفقا 40 سال حد اقلشه و الا تا 48 سال رو هم نوشتن. کما اینی که زنها برخلاف مردا یک دوره زمانی برای مادر شدن دارن، یه دوره‌ای که گذشت دیگه به هیچ عنوان امکان مادر شدن رو ندارن. اصلا بعد میبینی با همین 40 سالی که به من تو هم یاد دادن بابا این خدیجه نمچین سخت میشه قبول کرد که مادرش بشه، فاطمه سخت میشه قبول کرد بشه مادرش خدیجه کبرا. ببینید هر چی رو که نقل کردن که قرار نیست کدام قبول بکنه. خدا به انسان عقل داده و به وسیله این حجت باطنی و پیامبر درونی حقایق رو باید نشست و مورد وارسی قرار